درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کماله. یک بار دیگه در خدمتم با پخش زنده ویژه خیزش سراسری و انقلاب در ایران. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. هر روز ما در سراسر ایران شاهد صحنه‌های باشکوهی هستیم و این صحنه‌ها امروز در بلوچستان فراوان بود. از زن و مرد در چابهار، زاهدان، خاش و بیشتر شهرهای ایران مردم به خیابون اومده بودن. در زاهدان شعاری سر داده شد که جا داره به صدر همه شعارها برگرده و در اونجا سر داده بشه. اولین شعاری که زیر چتر زن، زندگی، آزادی باید داده بشه اینه که زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این شعار رو امروز در زاهدان شنیدیم و در تمام ایران طنین انداز شد. مراسم‌های سوم و چهلم رو داشتیم. این مراسم‌ها به سمبولی تبدیل شده که مردم به این شیوه خشم و انزجار خودشون رو به حاکمیت بیان کنن با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. انقلاب ایران وارد فاز جدیدی شده. اعتصاب کارگران روز به روز ادامه دار میشه و کامیونداران رو دیدیم که امروز ششمین روز از اعتصابشون رو سپری کردند و بیشتر از 11 شرکت به اعتصابات سراسری پیوستند و این نشون میده که خیز انقلابی کارگران بسیار جای خوشحالی داره و انقلاب رو گام‌های بسیار بلندی به جلو برده. برای ارزیابی از موقعیت کنونی انقلاب ایران همراه هستیم با رفیق فرید رضایی، عضو حزب کمونیست ایران. رفیق فرید، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. با درود به شما رفیق کانی و همچنین به همکارانتون و بینندگان عزیز این برنامه. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. خب رفیق فرید، شما هم اتفاقات رو چه در کردستان، چه در سیستان و بلوچستان و چه در مابقی شهرهای ایران، سراسر ایران دنبال میکنید. وضعیت سیاسی کنونی انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ من قبل از اینکه به این جواب به سوال شما رو بدم، از همینجا درود میفرستم به تمام آزادی خواهانی که تو ایران، تو کردستان در طی این 77 روز شبانه روزانه با این همه واقعا انرژی تو خیابونا مبارزه کردن و دارن مبارزه میکنن در مقابل تمام سرکوب رژیم به شیوه های مختلف دارن مقاومت میکنن. درود میفرستم به خانواده جانباختگان و گرامی باد یاد عزیزانی که در این خیزش جانشون رو از دست دادن. اگه من بخوام به سوال شما جواب بدم، معلومه این سوال خیلی بحث های پیچیده و خیلی بحث های عمیقی رو در خودش جای داده، اما من میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم به اینکه ما اکنون در 12مین روز در 12مین هفته خیزش انقلابی هستیم که مردم معترض در ایران و در کردستان شروع کردن و در این 77 روز باید، اگه بخوایم ارزیابی کنیم، باید اشاراتی بشه به روزهای اول این خیزش که تقریبا کمتر از 3 ماه پیش ژینا امینی عزیز، دختر جوان که اهل سقز بود، توسط نیروهای رژیم به قتل حکومتی رژیم جان خودش رو از دست داد و از همون موقع مرگ ژینا یا مهسای عزیز باعث این شد که خشم نهانی یا خشم نهفته‌ای که 43 سال مردم ایران و مردم کردستان با خودشون حمل می‌کردن، همراه خودشون بود، این خشم نهانی به هر حال این خشم نهانی آشکار بشه و در این و منجر بشه به اعتراضات، به اعتصاباتی که در ایران و کردستان جان گرفت و مردم معترض خروشان به خیابان‌ها ریختن و این اعتراضات تبدیل شد به
طولانی ترین و بزرگترین مبارزاتی که در این دوره میتونه رقم زده بشه. اوضاع سیاسی ایران و کردستان اینو به ما نشون میده که مردم در کردستان، در بلوچستان و زنان و مردان، کارگران، جوانان، همه اینها به اضافه مردمانی از 170 شهر ایران، شهرهای کوچک و بزرگ ایران، به این خیزش سراسری پیوستند و با شعار زن، زندگی، آزادی به سرعت از کردستان این شعار نشأت گرفت و به شهرهای دیگر ایران و به دیگر مناطق و حتی در سطح جهانی تونست تعیین انداز بشه. و در این اوضاع ایران که ما می‌بینیم در زندان‌های رژیم تو این مدت اعتراف‌های اجباری و همچنین تهدید خانواده‌ها، ربودن جسد و جنازه عزیزان جان باخته و اینکه به خانواده‌ها تحویل داده میشه و خیلی شگفت‌های به هر حال وحشتناکی تو این دوره تونست جمهوری اسلامی بر سر مردم اعمال کنه. اما با این حال رژیم نتونست، هرچند سرکوب رژیم، سرکوب تا اون حدی که به هر حال در طی این 43 سال ما دیدیم، ولی به شیوه خیلی درنده تر و به شیوه وحشتناکتر تو جامعه خودشو تونست به هر حال از این طریق هم این سرکوب مردم ادامه بده. در این دوران مردم از کردستان تا بلوچستان به هر حال و همچنین همانطور که گفتم تو تمام شهرهای ایران تونستن در مقابل این سرکوب رژیم مقاومت کنن، از هر شیوهی که بتونه مردم بالاخره از مبارزه بازداره استفاده کرد. اما خوشبختانه دیدیم نه تنها این سرکوب نتونست مردم رو به خونه ها بکشه، بلکه رژیم با توجه به اینکه گشت ارشادش واقعا تو این مدت دیگه نتونست اون برایی اوایل رو داشته باشه و همچنین حجاب اجباری و پوشش اجباری اسلامی، این دوتا به هر حال مردم تونستن بر اینها پیروز بیان و علیرغم میل دولتی، علیرغم حکومت، اینا تونستن که حجاب اجباری و پوشش اجباری رو ملغا بکنن. و در این دوره ما میبینیم که دیدیم تو این دوره که آخوندهایی که 43 سال از منبر مساجد عقب ماندگی، کهنه پرستی، خرافات رو تبلیغ می‌کردند، بیشتر و بیشتر مورد انزجار مردم قرار گرفتن. تو این حربه‌ای که تو این وضعیت و شرایطی که تو ایران هست، شرایط از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی تو بحران خیلی شدیدی قرار گرفته است. اما با توجه به اینا هنوز ماشین سرکوبش داره کار میکنه. در کردستان به شیوه خیلی درنده تر ما تو این مدت دیدیم و ارزیابی اینه که با توجه به اینکه و یک پدیده هایی تو جامعه تونست رشد بکنه، اینم همونطور که گفتم انزجار بیشتر مردم از حاکمیت و با شعار مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر جمهوری اسلامی و همچنین عمامه که یکی از سمبول‌های ارتجاع از طرف جوانان لگد کوبی شد. و این همونطور که خودتونم در اول برنامه اشاره کردید، این مبارزات داره به فاز تازه تری قدم برمی‌داره و اونم اعتراضات و اعتصابات کارگری و پیوستن طبقه کارگر که خودش جای خوشحالی و خوشبینیه و این ارزیابی رو ما میتونیم در آینده با این شروع بکنیم که اعتصابات و اعتراضات کارگری در چه مرحله‌ایه و تونسته چه تأثیری بر خیزش سراسری مردم ایران و کردستان بگذاره. اینه که من فکر میکنم ارزیابی ما در این دوره باید بیشتر روی نکاتی متمرکز بشه که این نکات به رادیکالیزه شدن خود خیزش سراسری داره تبدیل میشه. بسیار سپاسگزارم. رفیق فریده، شما از سرکوب شدید نیروهای رژیم گفتین، مخصوصا در کردستان و بلوچستان که آمارها بسیار فراتر از جاهای دیگه ایران هستش، دستگیری ها، زخمی ها. خب این سرکوب عریان مخصوصا در کردستان و بلوچستان
و ما در چند روز گذشته شاهد بودیم که یه بولتن محرمانه از طریق خبرگزاری فارس از یه گروهی به اسم بلاک ریوارد خبرگزاری فارس هک شده بود و این بولتن محرمانه به دست اونا رسید و ما در این بولتن شاهد هستیم که خود رژیم و در رأس اون شخص خامنه‌ای متوجه شده دیگه، داره صدای سرنگونی رژیمش رو میشنوه و در دیروز هم دیدیم که چطور رئیسی به کردستان سفر کرد و شما هم اشاره کردیم به مله‌هایی که در این چند روز مدام میگفتن ما با مردم هستیم، ما طرف مردم هستیم، ما میخوایم که ظلم و زور و خامنه‌ای و رژیمش سرنگون بشن، اما دیدیم که چطور پشت سر رئیسی داشتن نماز میخوندن. در کل اگه ما یه جنبندی داشته باشیم، این نشان از ترس حاکمیت داره. ارزیابی شما چیه؟ آیا حاکمیت خودش دقیقاً این صدای سرنگونیشو شنیده و این دلایل، میتونیم این دلایل رو استناد بدیم به این ترس و نگرانی؟ دقیقا همینطوره. اگه ما روز چهارشنبه 9 آذر با افشای متن کامل این فایل صوتی که 2 ساعته بود و در نشست فرماندهان بسیج در مورد اعتراضات ایران از طرف همون گروه هکری که شما اشاره کردین و این سفر رئیسی، من میخوام این دوتا رو به هم ربط بدم. این بولتن نشان دهنده اینو نشون میده که گسستگی در میان سران نظام جمهوری اسلامی و میزان وحشت و ترسی که اونا از این اعتراضات و از این خیزش مردمی دارن، اینو به صراحت داره بحث میکنه و این بولتن اینو رو به مردم میگه، در صورتی که خود اینا به هر حال اینا وقتی میخوان از رسانه‌های خودشون بشه خوراک رسانه خودشون، اون شیوهی که و این طرز تفکری که دارن با عملکردشون در خود جامعه یکی نیست. اونا دارن در رسانه‌های خودشون به شیوه دیگه حرف میزنن، ولی در جلساتی که مخفی بوده و سانسور شده بوده خوشبختانه اینا افشا شده و مردم اینو بیشتر و بیشتر میدونن که میتونن ببینن. اینکه در همریختگی نظام، که این نظام چقدر در هم ریخته است و به چه شیوهی داره تصمیم میگیره برای سرنوشت مردم، برای سرنوشت ایران. این بولتن خیلی به خوبی آشکار میکنه که علی خامنه‌ای دیگه موقعیت و نفوذش مثل گذشته نیست دیگه. اون بالاخره دستوراتی که در رابطه با سرکوب میداد همش حالت گلایه داره گله میکنه که بحثای من پیش نمیره، به اون شیوهی که میگم من پیش نمیره. منظورش پیش نرفتن چیه؟ اعمال سرکوب گسترده تر، کشتار بیشتر مردمه، نه اینکه اون به فکر مردمش باشه که در سالهای قبل ما دیدیم، در 96 و 98 دیدیم، ولی آیا تونست جوابگوی مردم باشه اون موقع که حالا بتونه با اینکه مردم خشمشون به اون حدی رسیده که دیگه تمام حاکمیت رو زیر سوال بردن و برای نبود حاکمیت و ملغا کردن و سرنگونی حاکمیت دارن مبارزه میکنن، تو این دوره دیگه نمیتونه جوابگو باشه. اینه که از بیعملی، از ناکارآمدی دست راستیاش که باهاش همکاری میکنن، بالاخره به نبود اقتدار، به عدم قاطعیت، به اینا اشاره شده در این بولتن. ولی از اون ورم قالیباف اینو به این اشاره میکنه که این دولت آشفته است، این دولت هیچ کارآمدی نداره، منظورش دولت رئیسیه. به هر حال تو این شرایط، تو این بحران، ما میبینیم که رئیسی داره سفر میکنه به جایی که قلب انقلابه، به کردستان، به شهری که شهر سنندجی که از روزهای اول این خیزش یکی از ناآرامترین شهر و معترضترین شهرها بوده و هست. به سنندج سفر میکنه که بگه من برای مسئله به هر حال چی میدونم پروژه آبرسانی که در طول 20 ماه دیگه این داره 20 ماه داره تموم میشه، در صورتی که علنا داره با مردم دروغ میگه. مردم دیگه به این دروغا گوش نمیدن، چون 8 سال این پروژه از شروعش تا حالا 8 سال طول کشیده. میخواد تو این بحران در مقابل دولت قبلی که دولت روحانی بوده،
اونو به زیر سوال بیاره، بگه که این پروژه‌ای که تو در حال چیزش بودی من دارم تمومش میکنم. اینی که این رقابت بین سران دولتی تو این شرایط میخواد اینو بهش نشون بده. از اون طرف هم ما همه میدونیم که رئیسی وقتی به سنندج میره از فرودگاه یکسر اونو میبرن به سالانی که سالن ورزشی بسکتبال شهر سنندجه. همون روز مردم به اعتراض به اومدن رئیسی تمام مغازه‌ها و بازار رو میبندن. تو رسانه‌های خودش داره خوراک مردم میکنه که من رفتم به سنندج و مردم سنندج به استقبال من آمدن، که این دروغ محضه و هیچ که نمیتونه اینو باور کنه، چون مردم در اون روز همه متاسفانه روز 40 جانباخته زنده یاد رامین فتحی بود که شهر خیلی نمیتاریزه بود و همچنین مردم همشون به آرامگاه رامین عزیز رفته بودن و اون تعداد مزدوری که در طول اعتصابات هم مغازه هاشون نبسته بودن، رئیسی به اونجا سر زد و این مزدوران بودن که در سالن اونجا با خانواده هاشون که تعداد خیلی کمتر از چند صد نفرم نبودن اونجا نشسته بودن و رئیسی با وعده و وعیدی که بهشون میداد و به اصطلاح به معترضین و به کسایی که دارن این انقلاب رو به پیش میبرن گفت اغتشاشگران، یعنی با تهدید این حرفا رو میزد. آیا رئیسی یادش رفته که ما تو کردستان 110 نفر از عزیزانمون جان باختن اونجا؟ چه جوابی داره برای خانواده های اونجا؟ اما رو به خانواده های مزدوران میگه که ما اینا رو به عدالت میتونه جواب اینا رو بده. اینه که این تناقضایی که تو حرفای رئیسی تو شهر سنندج، تو شهری که مظهر مقاومته، نمیتونه دیگه اونجا و حتی برای مردم ایران دروغای اینا سران رژیم دیگه افشا شده، مخصوصا بعد از این بولتنی که بیرون اومد و تونست به هر حال تونست این افشاگری رو در مورد سران رژیم و در مورد جلسات مخفیشون که این جلسات دارن چه پولهایی در مورد رفتن به قطر رو نمیدونم اینکه مسابقات تیم ملی برای اونا چه ارزشی داره و تیمشون رو بفرستن، اینا تمام اینا دست به دست هم میده و افشاگری دقیق و درستی در مورد حاکمیت و در مورد اقتدار این دولت داره به مردم اعلام میکنه. اینه که رفتن رئیسی به سنندج یکی از شگردهایی که دور قبلم خامنه ای خودش به بلوچستان رفت و جوابشو گرفت اونجا. و یه مسئله که خیلی برای من میخوام بهش اشاره کنم، اونم در رابطه با همین به هر حال مرتجعین آیینیه که پشت سر یا پیشنماز رئیسی شدن. اینا تعدادی هستن که سالهاست همونطور که گفتم از منبرها و از مساجد و از بلندگوها استفاده میکنن که مسائل ضد زن، مسائل ضد مردمی، مسائل خرافه و این چیزا رو دارن تو جامعه گسترده میکنن. ولی در موقعیتی که میدونن کشور بحرانیه، میدونن که اعتراضات گسترده تر شده، مردم دیگه اون مردمی نیستن که بترسن، ترس مردم شکسته، میان بیانیه ارتجاعی صادر میکنن تعدادی از این آخوندا، از این ملاهای کرد که ما با مردم هستیم، در صورتی که این 43 سال کجا بودیم؟ هر هفته جمعه ها کجا هستین شما؟ آیا نمیبینین که تعداد زیادی هزار نفر از مردم تو زندان ها هستن؟ همین کردستان یعنی نسل کشی شده تو این کردستان. چرا هیچ جوابی ندارید؟ میخوان برای خودشون یه راه کوچکی باز کنن تو مردم که آره اگه فردا بالاخره این رژیم عوض بشه، مردم بخوان انقلابی بکنن و سرنگونی انقلابی رو تو دستور کار خودشون گذاشتن، اینا هم بخوان یه جایی پیدا کنن. ولی مردم دیگه نمیتونن، یعنی گوششون از این حرفا پر شده و به هیچ مرتجعی، چه ملا باشه، چه شاه باشه و چه کسای دیگه‌ای باشه که جای خودشونو برای رهبری آماده کردن، واقعا نمیتونن اینا دیگه سر مردم کلاه بذارن و مردم اینه که به نظر من باید اینا خیلی افشا بشن. این مرتجعین آیینی، همچنان که در زمان انقلاب ما دیدیم مفتیزادهی ها و خود مفتیزاده
که اینا نشأت میگیرن هنوزم از اون سلفی ها، نمیدونم اینا هم نشأت میگیرن از اونا، اینا باید بایکوت بشن، اینا باید افشا بشن و مردم واقعا نباید دیگه به حرف اینا گوش بدن. حرف اینا دیگه خریداری نداره. اگه تا 1000 دفعه اینا بیان تو رسانه‌های خودشون از این بحث و تبلیغات بکنن، به نظر من دیگه نمیتونه جوابگو باشه. اینه که این بیانیه ها جایی نداره، اما ما در مقابل میبینیم که چه بیانیه هایی از طرف مردم مبارز، از طرف جمع معلمین، از طرف سندیکاها، از طرف پزشکان، از طرف پرستاران، از طرف مجتمع‌های کوچک کارگری، تمام اینا بیانیه میدن، اطلاعیه میدن، فراخوان میدن. حالا ما چشم به راه روز 14 15 16 هستیم که چه اتفاقایی در کشور میفته و اینا همش جای خوشحالی و خوشبینیه و این جواب دندان شکنیه به رفتن رئیسی به سنندج، به شهر مقاوم سرخ سنندج، و همچنین جوابیه که مردم در مقابل ملاها میدونن. و اینو من اشاره بکنم، هستن احزابی هم که بالاخره میخوان از زیر گفتگوهایی داشته باشن، ولی آیا اونا یادشون رفته که در همین گفتگوها با سران رژیم جمهوری اسلامی در کشور آلمان نبود که قاسملو و چند نفر از یارانش رو تو اونجا ترور کردن؟ یعنی دیگه واقعا از این گذشته تا کی میخوان سر خودشون و مردمشون رو به هر حال فریب بدن؟ اینه که من فکر میکنم همون بولتنیه که افشاگری خیلی دقیق در رابطه با وضع داخلی و وضعی که بالاخره حالا نمیتونه رژیم جمعش کنه، چون داده از اون مراحل گذشته، و مردم اینو خیلی خوب میدونن. بله، سپاسگزارم. رفیق فریده، خب شما زنی هستین که میشه گفت عمرتون رو صرف مبارزه کردین. میخواستم بدونم که انقلابی که الان در جریانه، حمایت هایی که در سراسر ایران از این انقلاب میشه، زنان در صف اولش بودن. درسته که مسئله از حجاب آغاز شد، اما خب در مدت خیلی کوتاهی به خواسته های بسیار رادیکالی تبدیل شد و از جمله اون خواسته ها سرنگونی کلیت رژیمه. اشاره کردیم به اینکه عمامه پرانی هستش و جوونا از جمله زنا این عمامه ها رو زیر پاشون له میکنن و زیر پاشون میذارن. من میخواستم بدونم که شما نقش زنان رو در این انقلاب چطور میبینید؟ دقیقاً وقتی مسئله زنان پیش میاد و ما اگه بخوایم رو مسئله زنان و تأثیرشون در این انقلاب و نقش و رولشون رو تو این انقلاب بخوایم بحث کنیم، واقعا نمیشه ما یه اشاره کوتاهی به تاریخاً به جنبش زنان نکنیم، چون جنبش زنان جنبشی و نقش پیشتاز و پیشقراول زنان یک شبه به این مرحله نرسیده و این جنبش از دل پیچ و خم‌هایی که طی 43 سال مبارزه با این رژیمی که در حال ضد زن و ضد قوانین، رژیمی که با قوانین، یعنی دستاوردی که این رژیم داشته قوانینی بوده، قوانین اسلامی که با اون خواست زنان رو سرکوب بکنه، از دل مبارزه تونسته این تکامل رو به دست بیاره و این یک شبه به دست نیامده. اینه که من فکر میکنم با توجه به اینکه این جنبش و تاریخ مبارزاتیش تاریخی که خیلی جا داره ما بهش اشاره بکنیم و نقش زنان رو تو این خیزش بتونیم برجسته بکنیم، من به این اشاره میکنم. زنان وقتی که اگه یا همه یادمون هست که گشت ارشاد اسلامی، روزی که به صورت و به سر ژینای عزیز با مشت و با باتم کوبید، همون موقع به ما یاد آورد، ما یه چیزی رو یادمون اومد، اونم قدرتگیری رژیمی بود که اولین حملهش به زنان بود، زنان رو نشانه گرفت، و دومین حملهش هم جهاد علیه مردم کردستان بود. این دوتا خیلی مسئله مهمیه که آره، چون ژینا هم کرد بود و هم زن بود و این نقطه تلاقی که دو تا از مهمترین تضادهای که رژیم جمهوری اسلامی با زنان داشته. حکومت ایران در طی این 43 سال با
به مسلح به قوانین اسلامی، شریعت اسلامی، تونست از همون بدو حکومتش که رهبر انقلاب اسلامی خمینی و خواسته اون موقعش به خونه کشوندن زنان و همچنین حجاب اجباری بود، این دوتا یعنی ما نمیتونیم اینا رو به هم ربط ندیم، چون وقتی بخوایم این خیزش رو بررسی بکنیم و ربطش بدیم به خیزشی که در 57 سر گرفت و نقش برجسته زنان رو اینجا بخوایم برجسته کنیم، میبینیم که زنان در این دوره نقش پیشقرابلی داشتن، در صحنه‌های خیلی زیبا و تاریخی از خودشون نشون دادن. از سوزوندن حجاب اجباریشون بگیر تو میادین و تو خیابونها، پایکوبی هاشون بگیر، نوشتن شعار زن زندگی آزادی، مرد بر جمهوری اسلامی، مرد بر دیکتاتورشون بگیر و از بلندگو گرفتنشون بگیر تو که رو سکوها ایستادن و با دست نشون میدن که چقدر اینا به این مبارزه، به این اتحادی که بین مردم به وجود اومده خوشحالن و اینا سمبل این مبارزه شدن. اینه که نوشتن شعار نویسی هاشون و همچنین شرکت جوانان و نوجوانانی که تو این انقلاب پرچمدار بودن، دختران نوجوان از مدرسه که برمیگردن تو راه با تظاهرات، با شعار، با سردادن شعار دارن خیابانها را به جا میذارن و به خونه هاشون میرن. این از معلما گرفته، از زنان معلم گرفته، از مادران جانباخته گرفته، از خواهران جانباخته گرفته، همه اینا نقش فعال داشتن تو این دوره و این زنان، این دختران شب و روز رو نمیشناسن، شنبه و جمعه رو نمیشناسن، خیابون و مترو و باز کردن پنجره و از پشت بالکن، همه اینا رو نمیشناسن. یعنی تمام اینا میشه جاهایی که این زنان توش مبارزه کردن و برای اون دوره گذشت که برای مطالبات خودشون، مطالباتی که به هر حال در چهاربند قوانین جمهوری اسلامی از جمله مسئله طلاق و حضانت و نمیدونم ازدواج و اینجور چیزا، حالا زنان در ایران میخوان در انقلاب آتی که به سرانجام برسه بخشی از رهبری این جنبش رو به دست بگیرن. اینه که من فکر میکنم همیشه این مناسبات واقعی که میان جمهوری اسلامی و زنانه این مشخص شده و این جنگی که گفتم از بدو حکومت خمینی که جنگ داشت با زنان تا کنون داره ادامه پیدا میکنه و میبینیم اکنون در زندان ها میبینیم که به چه شیوه های درندانه‌ای دارن به دختران زندانی تجاوز میکنن، خانواده هاشون تحت فشار قرار میدن که با اعتراف بیان اینا وقتی آزاد میشن از زندان. چند تا از این عزیزان دست به خودکشی زدن. یعنی معلومه که تو زندان جمهوری اسلامی چه به سر این دختران و زنان جوان ما اومده و حتی این زنانی که با چشمای زیباشون رو با ساچمه از دست دادن. یعنی تمام این مراحل رو ما اگه با هم بخوایم جمع‌بندی بکنیم می‌بینیم که ستم بر زن یکی از مهمترین ستون‌های استثمار طبقاتی که تو همه دوره‌ها خودشون نشون داده و بدون شرکت زنان تو هیچ انقلابی نمیتونه انقلاب پیروز بشه و یا به سرانجام برسونه. همچنان که طبقه کارگر همین نقش و رول داره، به نظر من جنبش زنان و جنبش دانشجویی هم این نقش برجسته رو تو خیزش اخیر داشتن و دارن ادامه میدن، با خستگی ناپذیری دارن ادامه میدن. این جنبش به ما نشون داده که ده ها ساله که آکادمیک ها و همچنین آکادمی های در خود و همچنین وارداتی که میخوان برای زنان صادر میکردن، وارد میکردن، به اندازه این 3 ماه نتونسته جنبش زنان رو به پیش ببره، چون جنبش زنان علنا و حضوراً نشون دادن که چه تأثیر مثبتی در این جنبش دارن. بله، بسیار سپاسگزارم رفیق فرید. بینندگان عزیز ما میتونن از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونشون از در طول شبانه روز از طریق پلتفرم تلگرام تصاویر، ویدیوها و
عکسای خودشون رو برای ما بفرستن. همچنین اگر پیامی سوالی داشتن برای مهمونای گرامی تلویزیون میتونن در زمان پخش زنده برای ما بفرستن. امروز تصاویری از ایران و انقلاب ایران به دست ما رسیده. اگر موافق باشید این تصاویر رو میبینیم و برمیگردیم. خوشحال میشم. مراج شهید نوروز مزاق شهید شهباز کشته شده خدا نور کشته شده خدا نور به دست چند تا مزدور کشته شده خدا نور به دست خونه
یازده آذر زایده هم بعد نماز جمعه. درودهای دوباره عزیزان. همونطور که در سوشیال میدیا دیدید و ویدیوهایی که منتشر شده و داره دست به دست میشه، امروز ما در زاهدان شاهد صحنه‌های بسیار زیبایی بودیم. در این بخش از برنامه، در بخش دوم برنامه که همراه بودیم با رفیق فرید رضایی، عضو و کادر حزب کمونیست ایران و فعال حقوق زنان، ایشون از نقش پررنگ زنان در این انقلاب گفتن و ما دیدیم که امروز زنان بلوچ در بلوچستان چطور به میان انقلابیون اومده بودند و شعارهای بسیار رادیکالی سر دادند، شعارهایی که در همه اونها خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بودند و خواهان سرنگونی شخص خامنه‌ای و شعاری که بسیار زیبا بود و همونطور که در اول برنامه هم گفتم باید به صدر شعارها بیاد، آزادی زندانیان سیاسی بود. بله، برمیگردیم به رفیق فریده. رفیق فریده، درودی دوباره. رفیق فریده بفرمایید. درود به شما. بله رفیق فریده، خب ما راجع به خیلی چیزا از این انقلاب صحبت کردیم، از نقش زنان، از رادیکال بودنش، از گسترده بودنش در سراسر ایران و اتحادی که بین مردم ایران هستش و اینکه ما شاهدیم که خواهان سرنگونی کلیت رژیم با همه ارکانهای نگهدارندش هستند. از کارگر اشاره کوتاهی داشتیم به نقش کارگران، از اینکه بیانیه دادن، حمایت کردن و اینا. خب اعتصاب کارگران چقدر میتونه در روند سرعت بخشیدن به انقلاب تاثیرگذار باشه؟ رفیق کانی اگه اجازه بدی من قبل از اینکه جواب این سوال بدم در رابطه با بلوچستان و زنان بلوچستان میخواستم یه چیزی بگم اگه اجازه هست. اختیار دارین، بفرمایید. اختیار دارین. جدا از این امروز در اعتراضات مردم بلوچستان، جدا از همین شعاری که واقعا شعاریه که باید تبدیل بشه به صدر همه شعارها بعد از زن زندگی آزادی زندانیان سیاسی، یه شعاری دیگه هم اومده بود که چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب از طرف زنان بلوچستان. و من در این رابطه امروز همینجور نگاه میکردم دلنوشته یکی از زنان بلوچستانی یا تعدادی از زنان بلوچستانی که به مناسبت 25 نوامبر روز منع خشونت نوشته بودن بر علیه زنان، اینکه در جغرافیای ایران تحت ستم زنانی هستند که ستم‌های مضاعفی بهشون میشه، از جمله منظورش همون زنان سیستان بلوچستان بود که از رنج و فقر و ستم و استثمار و تبعیض و بیکاری و همچنین زن ستیزی در این منطقه، از بیکاری، از
به هر حال همین که به اسم ناموس نه تنها برای برادرشون، برای شوهرشون، خانوادهشون، حتی برای طایفهشون باید به اسم ناموس اینا تحت فشار بودن و زندگی خیلی اسفباری رو دارن این زنانی که در مناطقی هستند از لحاظ جغرافیایی مثل مناطق بلوچستان و این نشانگر این بود که نوشته بودن که دین و همچنین دولت در مقابل مرسالاری و بنیانگری طالبانیسم تبعیضات قومی، طبقاتی و ارتجاعی بر سر ما، بر سر زنان داره زنان رو ویران میکنه و با آمدن به صفحه مبارزاتی که ما در اوایل من همونجورم که اشاره کردم برای زندگی آزاد، این زندگی راحتی که بتونن راحت زندگی کنن ما مبارزه میکردیم و این مبارزمون حالا تبدیل شده به مبارزه‌ای که وقتی میایم تو خیزش سراسری داریم شرکت میکنیم ما فقط به چند بندی که در قانون برای ما داره ما رو محدود کرده به این کفایت نمی کنیم، بلکه ما اکنون زنان سیستان و بلوچستان، زنان زاهدان خوشحالیم از این که در این خیزش سراسری با شعار این که میخوایم رهبر بشیم و در آینده این زنان تا این حد یعنی از این قید و بند خودشونو بیرون آوردن و دارن پا و پای مردان تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، به نظر من این خیلی خیلی جای یعنی ارزشمند این خیزش که این زنان در این مراحل با توجه به استثمار مضاعفی که ازشون شده اکنون با صدای رسا دارن همگام با مردان شعار میدن. من خواستم اینو بگم. اگه برگردیم به جواب سوالی که رفیق فرید، حرفاتون بسیار زیبا بود در مورد زنان بلوچستان. منم میخواستم یه چیزی اضافه کنم، اونم اینه که خب رژیم در طول 43 سال گذشته به شیوه های مختلف قومیت ها رو تحقیر کرده، اونا رو از هر لحاظ در محدودیت و فقر و استثمار نگه داشته و آگاهانه ابزاری مثل مردسالاری رو رشد داده، پرورش داده و تولید و باستولیدش کرده و ستم بر زنان درسته در همه ایران هستش، اما در ملیت‌های مختلف از جمله کردستان و از جمله سیستان و بلوچستان که فرهنگ سنتی حاکم هستش، مذهبی سنتی که حاکم هستش، آگاهانه اونا رو تولید و باستولید کرده که مخصوصا زنان به سطح اون آگاهی که باید نرسن و آگاه نشن و خوشبختانه ما دیدیم که هرچند که با حجاب بیرون اومدن اما در طول 2 ماه و نیم گذشته واقعا زنان بلوچستان جاشون بسیار خالی بود، با توجه به اینکه خب جرقه این انقلاب از طرف زنان زده شد و زنان در صف اول مبارزه بودن و همونطور که شما هم گفتین این جای قدردانی و ستایش و جای بسیار خوشحالی داره که ما امروز و حتی چند روز پیش هم زنان رو دیدیم، اونم گسترده بودن، در میشه گفت صدها نفری زنان بیرون اومده بودن و حتی شعار میدادن و اتفاقا شعاری که داده میشد آزادی زندانیان سیاسی از طرف یه زن بود که داده میشد، صدای زن بود و بقیه تکرار میکردن و این نشون میده که انقلاب ما روز به روز داره گام‌های بلندتری رو بر میداره و روز به روز داره به سرنگونی نزدیکتر میشه. حالا بفرمایید. دقیقاً منم خوشحالم از این و امیدوارم که در بلوچستان مردم فقط روز جمعه اعتراض نکنن، روزهای دیگه هم بیان بیرون و این سمبل بعد از نماز جمعه رو بتونن به هر حال تغییر بدن و با مردمی که گفتم همونجور که در حرفام گفتم زنان شنبه و یک شنبه نمیشناسن، زنان میدان و مترو اینا رو نمیشناسن، هر وقت که براشون امکان پذیر بود میان بیرون و امیدوارم که مردم سیستان و بلوچستان هم هرچند که زیر این فقر فرهنگی هستن و به هر حال این ولی با توجه به اینکه 43 سال در ایران حکومت اسلامی اینو به خور مردم داده، اما مردم ایران حتی یک بارم نشد که در هیچ کدام از مراسم‌های یاد این جان باختگان مسئله نمیدونم مذهبی رو بیان عنوان کنن. امیدوارم مردم سیستان و بلوچستان هم روزهای دیگر
در هفته بیرون بیان، نه تنها روز جمعه بعد از نماز جمعه است. بله، اگه ما بخوایم به بحثمون برگردیم و مسئله به هر حال مسئله پیوستن طبقه کارگر به این خیزش رو، معلومه وقتی سخن از این به میان میاد، همونطور که شما هم گفتی و من هم اشاره کردم و اکنون در سراسر ایران این بحث خیلی معتبره که این خیزش در فاز دیگریه. به چه معنی؟ به این معنی که خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی تو این 12 هفته داره تغییر میکنه، با توجه علیرغم تمام سرکوب‌های فاشیستی جمهوری اسلامی، سرکوب خونینش در کردستان که به میدان جنگ تبدیلش کرد، با تمام اینها اما می‌بینیم به شیوه‌های گوناگون داره مبارزات به پیش میبره. یکی از این شیوه‌ها که از بدوشم از طرف بالاخره احزاب رادیکال کردستان و از جمله کنبله سازمان کردستان حزب کمونیست دعوت به اعتصاب در کردستان و در این اواخر هم دعوت سراسری از مردم ایران و پیوستن طبقه کارگر به اعتصابات و به این خیزش به هر حال جای خودشو داره که بگیم آره این جنبش، این خیزش فاز دیگری رو داره به پیش میبره و این فاز به نظر من هرچند اگر هم خیلی آروم آروم اما محکم داره پیش میره. به چه معنی؟ به این معنی که میبینیم که از روز 5 کامیونداران در بیشتر از 20 تا 30 شهر اعتصاب و پیش بردن و اگه این اعتصابات به این شیوهی که تا حالا پیش رفته بتونه پیش بره و در آینده مراکز صنعتی، مراکزی که کلیدیه و اقتصاد این مملکت گره خورده به این مراکز، مثل شرکت نفت، مثل ذوب آهن، مثل بقیه مجتمعات آلومینیوم و جاهای دیگری که شروع کردن و این شروع بتونه پایان بالاخره خیلی گسترده تری داشته باشه، این گام های آهسته میتونه خیلی محکمتر و سریعتر، هرچند اگه ما بخوایم اینو با انقلابات قبلی در نظر بگیریم، به نظر من خیلی سریعتر این پیش رفت. انقلاب 57 9 ماه طول کشید تا پالایشگاه نفت آبادان و شرکت های دیگه تونستن به انقلاب بپیوندن و رژیم شاه رو سرنگون بکنن به کمک مردم. اینه که به نظر من خیلی خیلی ضروریه تو این دوره که جنبش کارگری پا به پای جنبش های دیگر و این اعتراضات و این خیزش سراسری بهشون پیونده، چون این خیلی مهمه. نه تنها همیاری میکنه با این جنبش، به نظر من خود طبقه کارگر در اعتصابات سراسری میتونه به سازماندهی و همگرایی خودش هم بپردازه، میتونه در دل این وضعیت به شوراهای محلات بپیونده، شوراهای داخل کارخانه ها رو تشکیل بده. اینه که به نظر من موقعیتیه که نه تنها مطالبات بالاخره صنفی، مطالباتی که سال‌هاست طبقه کارگر براش مبارزه میکنه، این دفعه مطالبات اصلا توأم شده با مطالبات سیاسی، میتونه این مطالبات سیاسی رو در دل مطالبات صنفی به پیش ببره و این خودش یه همیاری با بقیه جنبش‌ها. به نظر من وقتش رسیده که جنبش کارگری چون واقعا مبارزاتی که تو این دوره داره طی میشه به همه جنبش ها نیازمنده. جنبش دانشجویی که ما منتظریم روز 16 آذر که روز جنبش دانشجویی بالاخره تحولات بیشتری پیش بیاد، جنبش زنان و جنبش کارگری. این جنبش ها دست به دست هم، چون ما سال‌هاست میگیم که پیوند بین این جنبش ها پیوندی ضروری است، حالا به مرحله عملی رسیده. واقعا جنبش کارگری میتونه این رژیم رو ساقط کنه از لحاظ اقتصادی. بالاخره اگه ملزوماتش هم باید فراهم بشه، تو کردستان، تو بلوچستان، تو زاهدان، تو شهرهایی که مراکز صنعتی کمه، وقتی که مردم دست به اعتصاب میزنن، معلومه این خانواده ها نیاز مالی دارن، معلومه این کسایی که دارن کسبه ها، اونایی که کار میکنن، مغازه هاشون تعطیل میکنن، بازار تعطیل میشه،
شرکت ها داره تعطیل میشه، معلمان سر کار نمیرن، همه اینها ملزومات خودشو باید فراهم بکنه. اینه که به نظر من جنبش کارگری در این دوره نقش طلایی خودشو داره به پیش میبره. بله سپاسگزارم رفیق فریده. خب اونچه که مسلمه اینه که کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، اما با توجه به حرفایی که زدیم و شواهد عینی که ما داریم میبینیم از اتحاد سنین مختلفی که در این انقلاب وجود دارن، از پیوستن طبقه کارگر و شرکت‌های مختلف کارگری به اعتصابات، از اعتراضات سراسری در ایران، اونچه که ما داریم میبینیم، شما در کوتاه مدت آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر من وقتش رسیده که برای تحولات اجتماعی طبقه کارگر، برای این تحولات اجتماعی که بالاخره یکی از خواستهای طبقه کارگره، تحولات اجتماعی که نه اینکه تغییر رژیم، بلکه تغییراتی که بخواد بنیاد سرنگونی این رژیم رو فراهم بکنه، وجود طبقه کارگر برای این تحولات یک وجود اساسی و یکی از بالاخره عرصه‌هایی که بتونه اعتصاباتی رو به سرانجام برسونه. چون اعتصاباتی که طبقه کارگر میکنن با اعتصابات سراسری که مردم میکنن دو بعد متفاوته. اینه که به نظر من اعتصابات کارگری میتونه نقش اینو داشته باشه که همونجور هم که گفتم به بقیه جنبش ها، و اگه طبقه کارگر وارد این سیاست بشه میتونه این تحولات اجتماعی رو به سرانجام برسونه. همونطور که خودتون هم گفتید نمیدونیم آینده چی میگه، ولی من خیلی خوشبینم به آینده، چون رژیم در سراشیبیه که دیگه نمیتونه برگرده. رژیم دیگه نمیتونه مردم رو به 2 ماه قبل برگردونه، چون دیگه تموم شد. چیزایی که تو این جامعه، پدیده‌هایی که تو این جامعه تثبیت شده دیگه تثبیت شده، دیگه نمیتونه رو سر زنان رو سری بندازه، دیگه نمیتونه جلوی اعتراضات دانشجویی رو بگیره، دیگه نمیتونه زنان رو به کنج خونه بکشونه، دیگه نمیتونه تفکیک جنسیتی رو تو دانشگاه ها برقرار بکنه. اینه که به نظر من این دوره‌ای که آینده درخشانی با اعتصابات کارگری من اینو میبینم که پیش میره و وظیفه خیلی مهمی هم در این دوره به عهده، یعنی با توجه به این که ما میبینیم که رهبران از دل همین قیام دارن برمیخیزن. اگه اون دوره هایی که ما قیام 57 رو به پیش میبردیم برای یک نوشتن یه اعلامیه یا یک کاری باید جمع میشدیم، کار میکردیم، ولی حالا فرق کرده. حالا ما تو مساجدی که جمع میشدیم و جلسه میگرفتیم، حالا همین مساجد شده فیسبوک و شده توییتر و شده اینستاگرام و اینا. اینه که با توجه به این رشد و پیشرفت تکنولوژی، همینجور هم این جنبش ها داره به شیوه خیلی پیشرفته، خیلی مدرن پیش میره. همین شعار زن زندگی آزادی که خیلی مدرنه و خیلی چیزا رو در بر گرفته، از کلمه زن بگیر تا زندگی تا آزادی، میتونه خیلی چیزای دیگر هم در بر بگیره. اینه که من فکر میکنم با توجه به اینکه گفتم رهبرای واقعی از دل این جنبش بیرون میان، از دل این خیزش بیرون میان، ولی با توجه به تجاربی که طبقه کارگر، احزاب سیاسی، زنان، جنبش زنان و دیگر جنبش ها دارن، اینا وظایف سنگینتری رو دوششون هست برای اینکه بتونن این انقلاب رو به اتمام برسونن و این خیزش رو به خیزش مردم و این سرنگونی رو بکنن این سرنگونی انقلابی. و اینم بالاخره ملزومات خودشون رو میخواد که به نظر من تو این برنامه شاید گنجونده نشه، ولی در آینده ما میتونیم رو اینم بحث بکنیم که چه چیزایی باید تو دستور کار باشه. اگه ما میگیم سرنگونی، اگه ما میگیم تحولات اجتماعی، کدوم؟ بالاخره خیلی دیگه هم خودشونو صاحب این جنبش و این خیزش میبینن، ولی آیا این آلترناتیوهایی که اونا میگن میتونه کارساز باشه؟ یا اینکه رهبرانی که دارن تو ایران
دارن مبارزه میکنن، دارن جون میدن، دارن گشنگی میکشن، دارن در مقابل سرکوب‌های رژیم جمهوری اسلامی ایستادن. اینه که به نظر من این وظایف سنگین رو باید به شیوه پیش برد و براش کار کرد. من فکر کنم دیگه بحثی در این نداشته باشم. وقت برنامه هم داره به اتمام میرسه. خب همونطور که شما گفتین مردم ایران خیلی به صراحت دارن حرفاشونو میزنن، نه شاه میخوان نه رهبر، و میگن که ما هیچ رهبری رو خارج از خود میدان مبارزه نمیخوایم و اونچه که مسلمه تداوم این انقلاب میتونه این امکان رو به رهبران انقلاب هم بده که خودشون رو به عنوان یه رهبر معرفی کنن. و فکر کنم با کشتاری که در سراسر ایران مخصوصا در بلوچستان و کردستان انجام داده، با دستگیری های وسیع و زخمی هایی که در طول 2.5 ماه گذشته داشته، مردم ایران محکومن به پیروزی. اینطور نیست؟ دقیقا همینجوره، هیچ راه دیگه هم نیست. محکوم مردم ایران به پیروزی و اینکه از حالا ما میبینیم ملزوماتش فراهم شده. اگه ما شورای محلات رو میبینیم، شورای شهرهای کوچک و بزرگ رو میبینیم که در تمام محلات از کردستان گرفته تا تهران این شوراها داره کارا رو پیش میبره، داره ملزومات رو فراهم میکنه. اینا به هر حال کسایی هستن که در این رابطه تجربه پیدا کردن، در این رابطه دارن راهنمود میدن، دارن با مردمشون در گفتمان هستن، دارن دیالوگ میکنن. اینه که منم همین نظر شما را دارم و امیدوارم به امید پیروزی، به امید اینکه ما روزی بتونیم این پیروزی رو ببینیم و بتونیم سرنگونی جمهوری اسلامی ببینیم. ممنون از شما. امیدوارم پیروزی بسیار نزدیک. ممنونم از شما رفیق فریده رضایی، عضو و کادر حزب کمونیست ایران و فعال حقوق زنان، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید و وقتتون رو برای تلویزیون ما گذاشتید. ممنون از شما و به همه شما خستگی ناپذیرانه این مدت کار کردین، فعال بودین و این شرایطی که تو کردستان، به هر حال تو کردستانم رژیم یعنی هدف دیگه‌ش هم سرکوب اپوزیسیون بوده در خارج از ایران، اما شما با همه سختی ها تونستین برنامه ها رو به پیش ببرین. من دست مریضات میگم و خسته نباشید به شما عزیز و بار دیگر درود به مردم آزادیخواه ایران. سپاسگزارم. این تنها کاریه که ما در مقابل مردمی که سینه هاشون رو سپر کردن، در مقابل گلوله های سرکوبگران ما میتونیم انجام بدیم. ممنونم از حضورتون و ممنونم از شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله از اینکه تا این لحظه با ما بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید، به امید پیروزی. برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی. به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم. من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب عشق و بوسه ها، در این گذار رنج بی امان، ز جان ز تن وطن مرا بخوان که با خروش بانگ سرخ نام تو جهان بلرزد از قیام تو. به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم. من و تو با دگر دوباره ما شویم. برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی.
بچه کش